بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل، اول خودت رو معرفی کن، شناسنامه خودت رو خودت بدون. کی هستی؟ آقا تو مسلمونی با هویت و شناخت اسلامی یا نه رسوبات و میراث گند تاریخ نیاکان، اون بدیهایی که خود نیاکان اونا رو گذاشتن دور، مسلمون شدن؟ حالا میایی برای من نوروز میذاری، برای من نمیدونم عمرکشون میذاری، برای من نمیدونم قبر پرستی میذاری، برای من پادشاه پرستی میذاری. بابا این چرندیات و خزعبلات از نیاکان بود، اونا خودشون با لگد زدن اینا رو دور انداختن، فهمیدن که کارشون اشتباه بود، اونا مسلمون شدن. الحمدلله ما بر مسیر اونها مسلمون شدیم. الان ما بیاییم مثل اونایی بنی اسرائیل که اومدن به حضرت موسی که اونا رو از شرک و جهالت و بدبختی رهایی داده بود، بعد گفتن که موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، موسی برای ما هم خدایی بذار مثل اون خدایی که مشرکان دارن. خاک به سر این عقل. خداوند تو رو به توحید، به یکتاپرستی، به شناخت خودش هدایت کرد. اون وقت میری پیش قبر و پیر و امامزاده و این عقل کجاست؟